یهود زن و مرد زنا کرده بودند. حدیث بخاری و مسلم شریف است. حدیث ابن عمر رضی الله عنهما است. پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ازی آمدن که یک حکم آسان برش پیدا بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیشان سوال میکنه که در تورات حکم زناکار چی است؟ گفت در تورات فقط روی سیاه کردن و اینمی قسم گپا هست. گفت تورات پیشتان است؟ گفت بله. گفت بیاریم توراته. زمانی که شروع کردن به خواندن، در جایی که مسئله زنا رجم ذکر شده بود، دست خدا گرفته بود. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه که عالم یهودی بود و اسلام الله نصیبش کرده بود و متوجه بود به اون مردکی که دست بالای آیت گرفته بود، گفت بردار دستیتا، گفت بخوانی را. و در اونجا آیه رجم یعنی زناکار باید سنگسار شود. کسایی که زن شوهردار و مردی که زندار باشه، این حکم عزیز که سنگسار شود. این شریعت تنها در شریعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم سنگسار نیست، بلکه در بنی اسرائیل هم امی حکم موجود بوده. ولی با تاسف امروز یک تعداد فسقه، فجره، غلاما، کاسلیسای دنیای غرب آلی امروز آمده شبهات در مسلمان ها وارد میکنه که حکم سنگسار در قرآن کریم نیست. امام شنقیطی رحمه الله عالمی برجسته است، الله عجیب تقوی برش نصیب کرده. او میگه بعد از اینکه این یهود آمدن به پیش پیغمبر علیه السلام در موضوع زنا و وقتی در تورات ثابت شد که حکم زنا رجم بود، لیکن وا تبدیل میکردن به روی سیاه کردن. الله متعال با یک تبدیلی حکم که او حکم هم حکم کی است؟ از کتابای الله است. تبدیل کرده و حکم الله متعال ای آیت روان کرده و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. پس او کسایی که افکار غربیاره، افکار دشمنای دینه، افکار اولاد قرده و خنازیره، افکار او کسایی را که تمام عمر در شهوت رانی تیر کرده، نظریات ازوار میاره، سری مردم حاکم جور میکنه و قانون الله را یک طرف میکنه. آیا در کفری از یا شک و شبهه وجود داره؟ سنگسار ظلم بگویا، ایره طغیان و سرکشی بگویا، اینطور آدم کافر نمیشه؟ شکی دونسته که کافر است. ولی هر کس در هر شعبه که کار میکنه خودش میدانه، در هر جایی که کار میکنه. این حکم تنها برای قاضی نیست جناب محترم، این حکم برای تو هم است. اگر دختری جوانت در حالی که لب شیرین زده رایست و روان میکنی در برز، روان میکنی در جایی که در اونجا اختلاط مرد و زن است و این روان میدانی و رد میکنی حکم شریعت برای میگه اختلاط مرد و زن نارواست، شریعت برای میگه که بی حجابی نارواست، تو میگینی این حکم ظلم است. شکی در کفر تو نیسته ولو که در خانه هستی.